برتنت خانم سوال یه حلال من میشست یه دفعه میشست شروع میکرد بخون میخون نمیفهمی چی میگو میباز برای صبحونه 3 جور تخم مرغ حاضر بکنی باید یکی نیمرو بکنی یه تخم مرغ هم صفر بکنی یه تخم مرغ اصلی هم باشه جسماش خیلی بیشتره و همیشه میدید که واسه همسایه هم یه همچین میوه میذاشت وسط میذاشت اینجا واسه که سال بود دیگه میوه میذاشت میدید که مثلا یه ذره صابخونه دیر میشه یه دفعه این گرا یحلدو حفیدی رمن از میشته بوتا دمای زور که میشد یه دفعه بو ناهار میومد میباز برای زور یه مرغ سرخ بکنی جیگرشم باید تو چاوه بذاره دو با پیاز سرخش بکنی اما پیاز سرخش نکنید خوب نیست برای من میشنام خیلی بیشتره آره بعد از ظهر که میشد یه ملا بود ملا شمش بشی گفتن تو شمش داودخای بود خاله من خدا بیامرز اینو واسه بابا بزرگ دعوت میکرد سال به سال که میشد و این صبح میومد سلطنت خانم یه شیشه یایم بیارید میگفت خاله من میگفت که میخوایم بگه براخا بگی داره کسی اینجا نیست میگه نه یه خود تشنمه این میخورد و ساعت 4 که میشد ما از کار میمدیم بریم خربی پیشش و تا منو میدیدم در میدید که من یه خود شوخی میکنم اینو که آی یوسف اومده خدا نگهداری را بکنه صبح تو علا و سلم سر بیا بشین بغله ما رو میشون بغلش تعریف میکرد میگفت نمیدونه اون هفته چطور شده میگم چطور شده آقا مولا میگه اون هفته رفته بودم یروشلایم ملا نشونده بودن عروسی گرفته بودن نمیدونه تا آخرش هم طول کشید ما اومدیم بیایم بریم یازور خونمون خونه یازور اومدیم چخانه مرکزی اومدیم گفتیم اتوبوس یازور رو این یازور رک اتوبوس اکسپرس دلاوی گفتم خاک به تو سر رو بخونم من برم چلاوی برگردم یازور دیوونه آدم آجمه نیست چاره نیست سوار شدم هی تو را گفتم چه بلای من سر اینا در بیارم من برم چلاوی بالا برگردم نمیدونه چیکارش کردم برم چیکارش کردی میگه رسیدم لود رمل لود یه تخنه دیگه رفت جلو رفتم جلوش دخلش ها دیدم تا دخله رو دیدم انگوش گذاشتم و ای اوق میزنم تو دخل من اوق میزنم تو دخلش میگه اینجا را لایه نکن در رو کرده میگه برو پایین من نگاه کردم میبینم نرسیدم یا دورم تخنه دیگه داریم گفتم لو بسیده علونی بسیده احشام این برو خشم توب میبود شالوم علیه رفتیس داریم نزدیک خونه میشه رسیدیم داشتم برمیگشتم برم یه هنو بلم میشینم اومدم برگشتم بازور انگوش گذاشتم گفتم اوق میزنم رو دخل من اوق میزنم اون میگه اینجا را لایه نکن در رو کرده میگه برو پایین خدا بود چشمم رفتم پایین گفتم اکسپرس چلاوی اکسپرس